ما در میدان تقسیم استانبول قرار داریم و در این جای میدان کاملا از طرف نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی محاصره شده است و محاصره این نیروها در حالی است که علاقه نیم ساعت قبل خبرها درباره ضبط حکومت ترکیه از سوی حربیان پخش شده بود، ولی یک 10 دقیقه پیش تخمیناً طریق رسانه‌های داخلی خود رئیس جمهوری ترکیه طیب اردوغان ظاهر شد و گفت که حکومت هنوز پابرجاست و مردم باید نگران نباشند. ولی طوری ما می‌تونیم در این میدان حالا چرخبال‌ها در گردش هستند و چند پیش حتی کوششی بود که مردم یک ازدحام تشکیل کنند، ولی این ازدحام از طرف نیروهای انتظامی پراکنده شد و طوری مشاهده می‌شود و طوری خود رسانه‌ها میگن حالا نیروهای انتظامی در جانبدار حکومت فعلی هستند و کوشش میکنند که ازدحام را پراکنده کنند.